اتاق بازجویی. همکارات همه رو میشناسی؟ ببین همکارات تو الان یعنی چی همکارات تو رو زدن؟ تو اصلا تو همکارا رو میشناسی؟ اصلا همکار خودت همه رو میشناسی؟ بله ما نمیشناسیم. میشناسم. ما نمیشناسیم. شما نمیشناسی. ما عزیزم تمام توضیح همکارامون بده. رو با ماسک میبینیم. خب خب چی شده آقای و اندرسون؟ منظور از ایشون با آقای همکاران حسنی یه گفته دقیقه بذار که من حرف چقدر بزنم یارو. دست من بزن بیم چسبونیمش به میز. بیا ببین بذار دستاتو حرف ببندم بزنم. صبر کن. بابا این دست پلیس چپتو تو بیا. خیلی دیگه بیا داره این چیز ور. میشه های محترم. من محترم در بیا این ور. بیا بگیر. دستتو بیار جلو. بابا بیا. دستتو چسبوندم به میز. زنم به این دستبندو میبینی؟ بیا پایین. شاید مفید بودی. خب من با این حرف نمیزنم. من با این حرف میزنم آقا. برو بیرون. من اینجا برو بیرون. میتونم وایسم. آقا من راحت نیستم ایشون حرف بزنه. آی محترم بگو که ایشون برن. اون بیامون در تو پشتی هم وای آقا جونم چی شده؟ بگو ببینم تعریف کن. Officer Alonso Hernandez 1011 10-8 10-28 SPD خب. over. میزنی. جاسم جان یه لحظه. قبل از این بذار من بهت بگم تو بازداشتگاه گرفتیم ایشون و رابری بوده. میگه که ما همکارامون چند بار شما رو زدن که اینقدر فشاری شدی به آقای حسنی گفتین همینا رو بدونید دیگه کافیه دیگه. خب تموم شد. داشتم همینو میگفتم دیگه. خب بذار تو ایران بابا نه آخه مثلا تو ایران میشناسی؟ خب یا نه تو جواب میشناسی یا نه؟ آره چه نه اگه همکار داداش یارو آه دروغ نگو دیگه داداش. مثلا اگر شما الان اینجا در آمریکا پلیسی خب طرف تو ایران میشه همکار شما دیگه چون پلیسه. آقا بگو پلیس نیست اونی که تو ایران خلافکار خودش پلیس نیست. قاتل سریالی هن اونا. داداش به فرض اگه اینجا آمریکا فلانجا آقا یه کشور دیگه خب یک شهر دیگه اصلا. من رئیس فدرال یه شهر دیگه حرف منطقی داداش بذار یه سلام نزاعی بهت بدم سر این حرف. بریم به ادامه حرفمون بپردازیم. خب عزیزم داشتم میگفتم مثلا شما اونو میشناسی آقا؟ خیر نمیشناسی دیگه. کشور اصلا خارج شدی که داری این حرفو میزنی. بله الان شما از این کشور خارج شدی از این محدوده؟ خارج نشدم عزیزم ولی خب اونا که اومدن عزیزم بذار به حرف رفیقت هم اومده دم در. با اون کدوم دلغشیه من اونو نمیشناسم. اومده میخواد اعتراف کنه راجع به گنگکاریات. اصلا اون کاری که داشت برام کرد عرض شد. یکی دیگه از بازار نمیشناسم. سلولم کجایی؟ ما اون بنده خدا تو اتاق بازجویی داریم آقای حسنی میخواد رم کرد. ببخشید بابا ببخشید رم نکردم دستم خورد. آلتو تپ بودم. خب داشتم این گفتم شما مثلا میشناسی آقا بگی میشناسی. آقا مردم میخوای رئیس فدرال یه شهر دیگه رو نام ببرم جیمز اسمیت. خب رئیس فدرال یه شهری که من اسمشو بیارم اینجا منو میفرستن دبی. خب نه گوه نخور بس. خب به نفته یه راست ببینم. آقا این تو اتاق پشتی کیه؟ یه سوال. دوست ما نخواهد بود. دوست من نبود اون. من بادی کمشو دارم گفتی رفیق منه. اجازه بدید من ما دنبالشونم داداش. دنبال اونا ببر. کجا رفتی؟ گرفتمش بیا خودت بزن. یعنی چی آسی؟ غلط کرد من دست کاری نکردم وایساده دیگه یه جوری وای کرده بود دیگه ما گرفتیمش. چیو وای کردی؟ من داشتم میگشتم مثلا بیا آقا من میخوام با این صحبت کنم. نداشتیم صحبت ولش کن یه 4 تا مش بهم بزنم آدم شه. دستش بستم بزن. نه بیا ول کن. نه باز کن ببنده بزنه خیلی بد میشه. باز کن بزن داداش بزن راحت. نه بیا ما اینجا کسی نمیشه. قربانت. آقا میشه اینا نیان؟ من خیر درخواست داشته باشم که نیان.
محدوده صداتون رو کم کنین آقای صورتی و اندرسون. بابا اینا خب تو آقای برم. جاسم آقا صورتی. آیا عثمانی. خب 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 عزیزم ماشم بیا بریم اون یکی سلو داداشون جان توانا راه رو واکن آی میشناسی 3 تا عقده‌ای میبرم برام نه یک خب آقای حسنی 4 تا صدا عقده‌ای داره می‌برم. میاد برادر من. ولی همکار صداش برای من نمیاد برای تو ببخش ولی همکارت در هر صورت تو دیگه خون آسیب زدی. بدنی خفیف آسیب پلیس بدنی دیگه، ولی خفیف همکارته 6 تا داداش، عقده‌ای هزار نه خیره آسیب بدنی خفیف آسیب بدنی خفیف آسیب بدنی خفیف کو آسیب بدنی بس. داداش چستوز یعنی یک تو الان دزد این کوچولو کشورهای دیگه دوست داری رفیق داداش. آشنا داری تو الان کشور دیگه دوست نداری داداش اصلا دوست و تموم اجتماع شد تو بس قاچاق وایسا. ماچاق سطح تو بین وایسا الملله. وایسا آقا وایسا فهمیدی وایسا چی بابا بزنید من تروریسته؟ زر بچه‌ها بزنید تروریست با دوستان ایران اسم ایران آفرین آورد آفرین تموم شد میشه تمام منو اعدام تروریستی فوری آقا شنام کن برو بریم ما بذار حرف بزنم ما گفتم من جناب اینجا آقا گفتم صورتی. همکار ببین پلیستون الکی گفت جونم. رفیقاتون اینم باز رفیق هموناست اینو ول کنم یا اینم بیارم بیارش آقا نه بیارش. اینا تروریستن تروریستن بگیر چرا قرار به اعدام حس- بشن اعتراف کرد تروریسته. گفتش با دوست داره بیا خارج از کشور قاچاق میکنه خارج از کشور با دوستاش از ایران هم مثل اینکه دوست داره وای. تروریستن اینا با ایران معادله تروریستی داره داره؟ خب پس دست تروریستای تروریستن. کثیف. تروریست کی تروریستن. گفته تروریستی ما بذار تروریست رفیقت نیستیم. گفت. رفیق واو. همه چی رو اعدام فوری رفیقت رفت. چی شد؟ رفیقش رفت دوستان. اینجا رفیق. شده هیچ چی نیست من نمیبینم اینجا رو کد اسمیت شد بنده خدا رفیقش. انتظار کد این همه اسمی؟ زرنگ‌بازی نداره. بله. یکی دیگه کد اینم یه اسمیت. تروریست دیگه آقا چند تا برای تروریست چی میگه گرفتید میگه بچه‌ها؟ تروریست؟ داداش یه سوپرمارکت رفتیم 4 تا تروریست آقایون چی میگه تروریست. تروریست آقایون بابا تروریست. نیستیم رفیقتون دروغ گفت گفته. تروریستی. اون دروغ میگه اون حالا الان دروغ هم گفته خودم همین باشه. الان از خودم تولید میکنم ببین آقا شما گوش- چرا با اون دوستید به من بگید دستامو باز خیلی از من غذا بخورم دست بسته بیشتر ببین حال آقا الان من بحثم اینه که چرا تروریستی شما؟ این صداش نمیاد نه منجرش داره کیه پنجره شریکی ایشون آره این اینجا میمونه تا پنجرش درست شه ایشون در دفه میاد. آره دوستان رفیق‌های تروریست. پنجرش درست جفتشون این الان صدای اینو میشنوی تو حرف بزن برادر. آره حرف بزن نه چیزه نه این خودم ترجیح از میده پنجرش سکوت فقط لب کنم. میزنه فقط لب میزنه آره خب وکیلش میاد. هر چی اون رفیقت بگی برای تو هم حسابه دیگه تمام من هیچی آقا. نمیگم من هیچی نمیگم حداقل اونو نگیر که تو تیوار نگیر همینجا همینجوری وایسا به خودش تروریستا وکیلم اینا تو رو لو دادن آقا اینا وایسید تو رو یه دادن. جا گفتن همه یه خط تروریسته. وایسید تروریستای گفتن محترم تروریسته. یه خط وایسید. داداش چی برای اینا اول به شکایت جفتشون جفتشون می‌کنم. امضا کردن اثرا گوش شکایت زدن میکنیم علکی ببین داری شکایت میکنم ازم وایسید بیا اینجا وایسید. بیاید همتون روی این ببین خط اینور وایسید. برای همتون یه دونه فاین همکاری نکردن میزنم همین الان وایسا. همکاری نکردن چه یعنی پلیستون چی داره همکاری چرت و پرت نکردن؟ میگه آقا خودت گفتی تروریستی دیگه. عقده ای سرک همین الان گفت با ایران مبادله کالا به کالا بیا اینجا وایسا. بیا اینجا من یه 10-11 عقده‌ای بزنم برای این. بیا بذار من بچسبونم اینو به دیوار. بیا تا اینور وایسا. تا صبح دیگه عقده ای خیلی ممنونم بابت اینکه اخبار رو جذاب کردید دوستان. نوکر دارم از قصدمون همین بود سلطان ممنونم. این چیزا خیلی چی تیتر اول روزنامه میشه فردا. ببین بذار صورتی بهت بگم که ببینم اون لوگو انقدر بی‌نهایت پایین زدی پس خورده. کلت تا صورتی. بی‌نهایت میتونیم پسی بزنیم به بی نهایت بار میگیرم اینو بی‌نهایت و فراتر از فاین آن. خورده ببین این انقدر رفیقت فاین روشو خورده. کرد به دیوار. خب گوش بده این انقدر فاین خورده که پول نداره دیگه فایناشو از رفیقش دارم میزنم من زیاد فاین نخورم فقیرم
این بده. یعنی منطقیه. آقا راستی بذار رو گاناشون ببینم میدین کجا زده. آقا صورتی بیا یکی این تفنگا اینا رو ببین میدین کجا زده. اینا رو بگردم. مادین کجا؟ یه به میدینشو ببین. مادین ببین بگی ایران بد باشه کنی چون ایران هم هستهاش از چی میاد. ای وای اینا این بره ردی حاجی کو این برای لبنان و نمیدونم اون سمت آقا میدین کجا زده. کجا این غزه مزه و اینا خاک ماکای غزه رو شیفته خاک غزه است. بده من خاک من غزه بودم. بده بیا من یکی دیگه هم دارم. بیا یکی دیگه هم دارم. غزه بودم خاک. نگاه کن خاک سوریه و نمیدونم. یه دقیقه وایسا ببین تو داری فاین منو میدی خب من میتونم پشت بدم. فاین آره داستان پشت بوده. این بی نهایت پشتش که تتو زده یعنی بی نهایت عقده ای. آجی برای ثبت شد تا ابد. بی‌نهایت باید چند تا فاین عقده نه خیرم. آها حالا شد. وایسا آیا حسن let me tell you something my brother. wait بیا ببین با لهجه تروریستی هم صحبت دقیقه کردی. وایسا. آقا این تروریست دیگه دوستان. یه لحظه عکس سکوت یه لحظه سکوت. شما چه حاجی حقی خاک خود غزه است. خاک غزه است. کرد. آره حاجی. گفتم خاک غزه است. حاجی اسنیف کرد این خاک غزه. میگم این خطا چند تا عقده ای داشتیم تا الان یه عقده ای در بی نهایت بی نهایت بی نهایت عقده ای عقده ای عقده ای عقده ای همجوری. داداش داداش آیه صورتی جونم پیسراتون موادی خاک غزه استفاده میکنم. داداش من اصلا دیدم گفتم اون اسنیف کرد. من چشمی میدونم دیگه نیاز نیست. داداش اون خیلی شخص دیگه چیز داشت چیز بررسی میکرد دقیق داشت اسم یه لاین رفت خاک غزه. یه 2 کیلو 500 دیگه هم این دوره فاین. داداش پول داری تا ادامه. آفیسر تو چه حالی الان از حالت به ما فکر بگو. کنم یه 50 کی رسید. حالا بیا برات از کجاش بگم صورتی اون من تا رسیدم اونجا گفت یادت دفعه قبلی کافم کردی 2 تا براش زدم هرچی. اوه تموم شد رفت. ببین اومدی اینجا چه عملیاتی کی بهت چیز داده؟ بن لادن گفته بیا این برج موجا رو چیز کن. رسالت بن لادن فاین بن لادن وایسا فاین بن لادن بن لادن 20 فقره قتل داشته. 20 فقره خیلی بیشتر داداش 99 یادت رفته. سب کن اجازه بده بذار من یه حرفی بزنم دوستان. به برج مراقبت وضعیت پروازها چطور هستش به ما بگی. یعنی چی؟ پروازها امروز کنسل شده. یک هواپیمای مشکوک ایرباس دزدیده شده 325 به توسط اعضای گروه ما تروریستی عزیزم تشریف میارین یه چند لحظه من نمیفهمم یعنی چی تروریست. هواپیما رو خودتون دزدیدن. متوجه هستین دارین چیکار میکنین؟ این بنده خدا رو چرا گرفتید میگی تروریست؟ همه رو بهت میگی تروریست. عزیزم دست من لطف میکنی باز کنی؟ الان یه هواپیما دزدیده شده رو هوا. عزیزم به من مربوط نمیشه. شما رفیق اینا هستی من اصلا نمیشناسم. من متوجه نیستم. عزیز من همکار شما منو ارست کرده بدون اینکه میراندارولی بگه به من، بدون اینکه کالساینی بخواد به من بگه. من نمیفهمم این چه طرز برخورد با سیتیزنه. شما سیتیزن حساب نمیشی، شما تروریست حساب میشی. عزیز من نزن این حرفو. اصلا هیچ حق و حقوقی ندارید بخواد به من بگید تروریست. این چه وضعشه؟ من نمیفهمم. اینجا های کامندتون کیه الان؟ دوست شما اعتراف کرده که عزیزم دوست من کیه؟ واسه چی واسه من پرونده سازی میکنن؟ دستای منو باز کنین اول. هیچ ریزنی نداره منو ارست کنین. همینجوری توی ماشین دستا. آفیسر سکوتو همه رعایت کنین. من رعایت نمیکنم. آقایون ایشو دوست شماست؟ خیر به خدا شنید. دوست شما دوست ما نخواهد. دوست عزیز های کامندتون کیه الان؟ ایشون جناب آقای آصورتی. خب لطف میکنین داخل یه اتاق با من صحبت کنین؟ ایشون با کی اجازه بده من براتون توضیح بدم. آیه صورتی بگو. این آقا دوست اینه، بعد این آقا گفت که این دوست این. غیر من همچین چیزی نگفتم. بنده بادی کمه این که رفیقم اومده اینجا رو شما چرا باور کنید که من میگم اون رفیقم؟
بالاخره خب. وقتی شما نه تروریستی دیگه. برای خب چه چه ربطی ربطی شد؟ داره؟ خاله بازیه مگه؟ رفیق منه، اون خاله رفیق بازی نیست. اینه، نمیدونم من الان شما پسر رفیق خاله منی. اونم. الان آروم خودت حرف شما بزن. رفیق منی خیلی آقای دارید داد میزنید. منم اگه شما بگی اگه رفیقتم اجازه باید صدا تو بگم. بیار بدید من داخل یه صدا تو بیار آفیس. خب الان صدا منو ایشون هم میشنوی رفیق عزیزم؟ منه، ایشون که اگه رفیق اجازه زده بدی. اینم رفیق بلند. منه، خیلی یکم کم ولومت کن. زیاده. ایشون هم ولش رفیق کن منه. بالاست. باش. مرسی. یه دقیقه ایشون هم بیا. رفیق منه. یه دقیقه بیا. دوستان صورتی. دوستان آیا صورتی؟ داستان این دو نفر رو با اینشون مجزا باید ما پیگیری کنیم. بله ایشون الان بره تو صرفاً اون یکی این اتاق دو الان یه نفر صدا نفر منو تو این اتاق میشنوی؟ چون این دو نفر بله بله مثل این خیلی هواپیما بهتر رو شد. یه لحظه دزدیدن. عزیزم اینجا بیا تشریف لحظه. میارین یه اتاق من بیا، با بیا، صحبت بیا، کنم، آقای. من متوجه نمیشم. بیا آقای آیه هیراد شما حسن بیا. یه دقیقه بیا آیه میشه ما حسن رو اینجا ول حسن کنیم اینجا. آقای؟ هوانا به اینا هرناندز این دوتا رو بپر بندازید تو من سلول. نه بیا. من در یعنی چی تو سلول؟ بیا این دوتا رو بندازید تو دوستان سلول. اون دوتا رو ببرید یعنی فعلا چی تو سلول ما سلول؟ این راد صحبت کنیم بیا. من شکل ببرید تو سلول صحبت شکایت نباشه. دارم. باور کن شکایت دارم. شکایت کن. شکایت چرا دارم. دنبال یعنی ما چی تو دارید سلول؟ میاید؟ اینا میرن راست الان. اینا میرن راست. آه. خب جناب آقای هیراد راد درست یه میگم؟ آفیس در یه جا بریم خدمتم. بله، بشینیم بله. بابا. بله. آقا اینجا آیدنتیفیکیشن تشریف این طبقه 5 آقا اتاق کجا داری دتکتیوا. میاریش؟ منم گیج کردید به خدا. این که تشریف من بیارین نمیشه. چجوری بیام طبقه طبقه 5 پنج؟ آقا طبقه اجازه 5. بده من اینو میارم تا شما. بیا پایین وایسیم صحبت کنیم. بیار طبقه 5 جا نشسته هم دارن دوستان بیارش بالا. یا بعد شما آندر دیتینتون با آندر ارستتون هیچ تفاوتی عزیزم نداره؟ بشین دوست گرامی. الان رادیو برای چی در آوردی؟ رادیو چیه؟ بشین. اصلا نمیفهمم. رادیو تو چیه؟ دستم تو دستم. بله. اجازه بدید من رادیو سرپا یوسف. بمونم راحت ترم. نه عزیزم بشین. آخه بشین. سرپا نه خیلی ما راحت هم ترم. میشینیم ما هم میشینیم. باشه باشه. بشین. ریدم. الان این سه تا آفیسر چرا اومدید اینجا؟ با من میخواد صحبت کنه بنده خدا. بابا بنده با اون دتکتیو مجبورم اینجا باشم. بشینم بنده هم ببخشید. که اونو ارست کردم. باید تلاش کردم بشینم حذف کردم نشستنمو. ما الان با یه چیز دیگه داریم صحبت می‌کنیم. خب یه چیز- عرض کردم خدمتتون. آقا ببینین من بذارید به شما توضیح بدم. من جون. داخل ماشین بودم پشت اداره پیدی. اول اومدم اداره پیدی تو رسپشن. هر چی داد و بیداد کردم کسی صدامو نمیشنید. بعد من گفتم خب قطعا مشکل از منه. من رفتم پشت اداره پیدی وایسادم گفتم خب بالاخره یکی میاد اینجا با ماشین رد بشه دیگه باش حرف میزنم. یهو دیدم یک ساسپکتی اومد از اونجا داشت فرار میکرد. دو تا آقایون آفیسر پیدی هم دنبالش بودن. بعد درسته. یکی از آفیسرهای شما که همینجا نشستن اومدن به من گفتن که آقا ماشین پیاده شد دستاتو بگیر بالا با تیزرم رو من ایم گرفتن بدون هیچ اوه اصلا اوه. دلیل خاصی. بعد من گفتم که آقا چه خبره چرا من خب به هر حال نگران شدم از ماشین پیاده شدم دستامو گرفتم بالا بدون هیچ دلیلی منو ارست کردن ارستم کردن بدون اینکه قانون میراندا و حق و حقوق منو به من بگن منو بردن کجا آقا صولتی ایشون رفیق ایشونه. آقا چه دلیلی داره آخه من نمیفهمم. اوه اوه. بعد اجازه نمیدید من خودم دفاع کنم منو میبرین تو اتاق بازجویی. اون دوستانی من که پایین تو جیب هستن شما مثل رو اینکه بگردم لاکار فلان دادن. کنم. خب ببین اون دوستانی که پایین آقا هستن شما اصلا رو لاکار داده دادن. باشن شما میتونی خیلی محترمانه تر دوست عزیز ما با توجه به مدارکی حسنی تو داریم بودی؟ ایشون آقای اومده راد، گفته یه شما لحظه رفیق صبر منی. کنید. اجازه بدید یه من با لحظه ایشون جان. صحبت کنم. یه اجازه قبل بدید از من اینکه با ایشون چیز صحبت کنی. حسنی کنم. بیش جناب فعال آقای شدی رستم. حسنی. یک لحظه اجازه حسابتو بدید آقای میرسم، آقا ها. صورتی. جناب آقای هیراد راد جانم شما بعد از اینکه توی اون لوکیشن حضور داشته باشید بالاخره برای امنیت خود شهروندان واجبه این داستان. درسته ببینین وقتی یک هواپیما الان روبوده شده و خب. 2 نفر از افرادی که اون هواپیما رو روبودن آندر ارست ما هستن و الان اونجا هستن و یکیشون میدوه سمت شما و میگه رفیقمه میخواد سوار ماشینت بشه والا و نشد اجازه بده من اینو به شما توضیح بدم. میخواد سوار ماشینتون بشه بعد به شما چی میگه؟ به شما میگه که فرار کن ولی خب شما اونجا حالا فرار نکردید این مملکت ولی رو رها کن. بله اونجا به شما میگه که فرار کنید ولی خب جناب وقتی بحث من یک تروریسته و کوچولو بیام جون ایرادی نداره فاصله رو رعایت کنیم 200 با هم. تا شهروند حسنی داخل دهنت اون بو هواپیما میده؟ در بله، خطره جون 200 من به حداقل شما 200 تا کاملا حق شهروند میدم داخل جناب اونجا آقای حسنی در خطره ولی بنده واقعا نکته‌ای باید که شما رو ارست میکنم درست جناب. خب من عرض کنم خدمتتون بفرمایید. نکته ای که هست من حق و حقوق خودم رو بسیار کامل و واضح میدونم. خب به عنوان یک سیتیزن حق این رو دارم وقتی که هیچ گونه
من عدم همکاری ازم سر نزده و شما به من گفتید که از ماشین پیاده شو، من انجین ماشین رو خاموش میکنم، از ماشین پیاده میشم، دستامو میگیرم بالا، شما با من بهتر رفتار کنین. نه اینکه وقتی که نمیتونم صحبت کنم شما میبینین گلوی من گرفته، دستای منو میبندید، ارستم میکنین بدون اینکه حقوق منو بهم بگین یا بدون اینکه محترمانه بهم بگین که عزیز جان ما به این علت شما رو آندر دیسین اداره LSPD میکنیم، به من بگین که ما تو رو گرفتیم، تو تروریستی، بعد دست کنم تو جیبت بگردم ببینم چی داری، بم داری. خب این کار اشتباهه دیگه، دور سرت بگردم. سرویس حسنی باشم یه بخوابونم زیر گوشت. من به عنوان یه سیتیزن وقتی که بابا با شما دور سرت همکاری میکنم بگردم. شما باید بیای عزیز بگی آقای دلم. فلانی، آقای راد، من عذرخواهی میکنم ما به حسنی. واسطه این که این دو صورتی نفر شما رو جلو لاکار وایسا. قرار دادن مجبوریم شما رو آندر دیتین کنیم، بررسی‌های لازمه رو انجام بدیم، خدمت ما حضور دارید تا موقعی که مشخص بشه شما به چه علت اینجا حضور خب داشتید. حالا بذار بعد یه من بار میام توضیح میدم بدم. که آقا من به این علت اینجا بودم. اجازه بده. شما جا. رو من موقعی که ارست کردم بله درسته. این کاملا شما حقوقشو داری، نباید با شما اونجوری بد رفتاری بشه که به اینجا. نظر بنده با شما هم بد رفتاری اونجوری نشده. درست. ولی کجا میری؟ آه بله، نه بله. داشتم برای شما در گوشیمو تو نمیومد. فکرم میذارم توش. بنده گذاشتم روی این حساب که شما میگم صدای بد الان آفیس من این پایین و رفتید، فاکتاپه، این ویندو مشکلتون رو حل کلینر کنید. جلو اگه چش دقت کنید، منه. من چی هواپیما رو گفتم؟ هواست. داخل سلول دو تا نفر موقعی که پایین دارن هنجرشون بازجویی درست میشن. شه بتونن صحبت کنن. دیتکتیو پایین نیست. شما اونجا دیتکتیو کلی- اونا دیگه تموم شد وضعیتیه بابا، من- بازجوییشون. بابا من نیستم تو پالیتیکس. اونجایی که نه حالا بحثی که هست اینه که الان ها، اونا بازجوییشون برگشتیم، تموم شده. خب دیگه ارستتون کردم. بنده از من شما رفتم. عذرخواهی میکنم. فکر کنم دیگه اونا الان تو بابا اونا سلولن. هواپیما دزدیده بودن. دوستان اونایی که اعتراف کرد. ارست کردیم بردنشون به سلولن، هنوز آزادشون کردید. آقا این داستان این هواپیما رو ازشون بپرسید، مثل اینکه هواپیما دزدیده، 2 تا هواپیما دزدیده شده، اینا من میرم مثل یه اینکه سر اینا پایین دزدیدن. الان. خاک غزه رو تفنگشون بود. دوستان اینا خاک آخ خدایا اونا آفیسرها اونا رفتن الان. خب آقا خاک غزه نمیدونم یه دقیقه وایسا، یه دقیقه. هواپیما دو تا اونم 2 تا بچه‌ها، پرونده سنگینه. عزیزان، منطقی باشیم. من اگر همچین حرفی زده باشم شما با بادی کم نشون بدید، من رو اعدام کنید. اخبار زنده پخش کردین آقا. نشان چجوری اعدام شد؟ اوه شما اعتراف کردید تروریستید، از اون ور داداش توی من یه کی روز 2 اعتراف تا کی هواپیما اعتراف دزدیده کردم؟ اون آقا هم شده. میگه بعد رفیق شما نیست، لاکارش گذاشتیم، ازتون شکایت هم کرد. ببین آقا وایسا این سوال. من میخوام با یکیتون صحبت کنم، با این خوب برفم این بیاد. کدوم؟ تو برو عزیزم، تو برو. اون یکی من دتکتیو و منو فرستادم پایین که کنار تو واید. بابا این ندیگه. خب من این بنده خدا دستش کجه. برو آقا بصحبت کن. تروریست آره؟ تو فکر خیلی وقته. تروریست هم به چسب به توالت حق داره دیگه. آره دیگه منم 2 تا برج میزدم، 2 تا هواپیما میزدم تو برج این وضعیت. منم 2 تا برج وای تو این تاورز ها رو زدن. بدبخت نیویورک. الان یه الله اکبر میگن اینجا میترکه ها. دوستان پناه بگیرید دستتون. یه دستتون رایفل باشه. دوستان من برای 10 دقیقه 10-7 میشم. اون دوستانی که این دو عزیز پایین دارن مراقبت کنین تا بیان. بیا اینجا ببین این بوی چی میده. آقا این چرا لخته؟ کی آدم جدید؟ این چرا لخته؟
چیز نه من دیدنش دادم به می‌خواستم عنوان تست شیشه کنم. اونو دادم به عنوان شیشه اصلا آبجو ازش استفاده کنی. یعنی چی؟ اصلا ببینیم بوی کیو میده. این کی؟ کجا استفاده کرده قبلا؟ چیو بده ببینیم. اونو بو نکنه کس حسنی، سالم. اونو بو نکنه. اون مال چیو بچهای کجا اینو بو استفاده کنه، کردی؟ نیبرهود و نشون ایناست. چیو- ببین بوی افشین چیو رو بو میده. کنم داداش؟ اون مال آه، بده هوده بده. دوست عزیز. من از جای خوبی همکارا نمیام. این دست چی میخوای بهم بدی؟ اوه ببینیم بو چی. اون بوی سیاهی میده. اجازه بدید. آقا این تهش آقا این ته اینو از نیکولاس خریده. خطوط هوایی چیز بودش 957 یونایتد ایرلاینز. هواپیما رو در زدن. ماهانه ایراد یونایتد ایرلاینز سریعا اعزام بشید هواپیما رو سریع. دوستان داداش این سلام. بطری اون آبجو نشنالگارد اعزام این میشه. من این نیستم بطری تو آبجو پالیتیکس. این بطری آبجویی که الان به من دادی جناب آقای صورتی، این تهش بله. بوی دستای نیکولاس رو میده، سرش بو مقعد افشین رو میده. ای وای. الان باید چی از نازاش رفته به اجازه بدید من اینو مزه کنم. نیکولاس افشین چیکار؟ مزه کن. آقا خود افشینه. مزه میکنی. آقا یه دقیقه این بذارید. خود دوستان دیگه واقعا اینجا داره دارک میشه. یه افشینه آقا بچه‌ها افشینه. یه دقیقه محترم. بطری رو پاک کن ببین آیه سفید میشه قهوه‌ایه. آیه کاراگاه نه آیه کاراگاه جان تو کاراگاه نیستی چرا چرت میگی این کاراگاه من الان کاراگاه داشت تو فقط شو. تستر کون مردم حرف نزن توهین $500 داداش آزمایشگاه واقعیته یه لحظه صبر کن آقا یه لحظه ببین من یه چیز گرفتم قبلا یکی ببین این بوی چی رو میده بیا داستانشو اول برام تعریف کن. فکر کنم آقا صورتی آزمایشگاه سیار پیدا کرده. آقا صورتی داستانشو برام تعریف کن. موش آزمایشگاهی سیار نه، پیدا کرد. اینو آره. آه. ببین خب این شلوار رو ببین شلوار کیو کشیدی پایین؟ خب اینو توی چیز سمت خونم پهن شده بود روی این بند چیز ببین چیه؟ زن داری؟ حسنی زن حسنی داری؟ بعدش هم یه شورت باید بو کنی. اجازه بدید. داداش من دماغ حسنی از کار نمیفته. زن داری؟ من اینجا نمیمونم بذار من برم اون یکی اه. چرا تو زن نه. داری؟ نه بنازش تو نه آقا صورتی نه زن ندارم زن نداری آقا صورتی؟ برای زن همونه دیگه واسه. مطمئنی زن نداری آقا صورتی؟ زن ندارم نه آقا زن صورتی دوست نداره، دختر ولی- آقا صورتی. دوست دختر میتونم داشته باشم مثلا خب اجازه بده من اول بوی دوست دختر تو حس کنم از خودت. برو اونور بیشور آقا میخوام وایسا این شلواره بو ماده میده. یه دقیقه بیا اینجا. نمیده داداش کن خب دوست دختر تو کیو میداد ببین این شلواره بوی یه پسر غریبو میده ولی بوی دوست دخترت هم روشه. ای وای. برو بو خیانت میاد. آقای من راضیم دوستان آروم باشید. آقا صورتی به خدا واقعیت رو میگم آقا صورتی این گوشتاشو نگاه لکه سفیده. خدا رو شکر دوست دختر ندارم آبرو دوست دختر نبوده؟ آره کن من دوست دختر ندارم نه خانومه خیابونی؟ رنتی بوده؟ خیابونی بردی؟ رنت خیابونی نه بابا رنت نکرده. وای حاجی این ایت گرفتی تموم شد. از این رنت دارن این فاصله میگیری نکن تو باچه ما آقا حسنی صورتی تو هم زیگیر ایت تناسلی گرفتی میدونی تو چیه؟ شلوارشو پوشیدی. نه بو ایدز نمیده نگران نباشی. شلوار رو می‌دونی پوشیدی بوی چیز یه میاد. هر هر بیماری بنده خدا داشته HIV بودی بو گرفتی. هپاتیت HIV همون میده. ایدز و کس خود. یه کوچولو بو هپاتیت. HIV خارجی نه ایدز. HIV فرق داره HIV با ایدز فرق داره دوستان ایدز لول بالاتر از HIV اینو که تن نزدی. HIV میشه تن کنترل که کرد. نزدی منم داداش ADHD دارم اتفاقا. تن که نه نزدی بابا منم چی PTSD میگی دارم. چی میگی بابا من دوست دختر بچا ندارم یه اتفاق مهمی الان اینجا شما افتاده. اون شخصیت هواپیما رو تو رو INTJ؟ خدا بیاید یه فکری به حالش بکن. آقا بله. من یه گفتم چیزی بهت من که- میخوام با شما آقای حسنی یک 10 دقیقه 5 10 دقیقه دقیقه 5 10 دقیقه دقیقه کارت وقت در ما میاد. رو بریم. بگیری بریم پوشاب توی بلدی؟ یک ثانیه بریم اون تا پوشاب اون ته بلدی؟ با هم صحبت کنیم آره پوشاب نه بلدی؟ ببین اونو نه ببین چی کار کردید با موکلمون که بنده خدا به جای اون ته میگه اون تا. موکلتون موکل مردم
آها. بریم آقای حسنی من ببرم یه دقیقه اتاق خالی ببینم چیکار میخواد کنه بابا. شما الان نه گفت راه باز مامک. کنید آقا. حسن یه چیزی داد حسنی بکنی حسنی نکنی پروتکشن اوکی. فراموش نکنی. اوکیه اصلا حواسم هست. از اون شیشه آبجو استفاده کن. از وسایل جلوگیری استفاده میگن که از اون شیشه آبجو استفاده کن. نه آقا بذار من آبجوم تموم شه بهت میدم یکی دیگه. اونو میخوایم بزنیم برای این افشین. آبجوه رادیو رو برای خلوت کن. غزه بود کجا؟ آها برای افشین بود. آره دیگه. آره باتوم هستش. باتوم نه بابا حال نمیده. اونو ببین الان من یه قوطی باربیکن کنارمه خب میام قوطی شیشه. این میتونیم چیز کنیم حاجی. به عنوان چی میگن؟ آقا بو زنا میده. تو غزه نمیداد این یکی. اینو کردین تو کی؟ یه لحظه اینو بکو. یه لحظه اینو بکو. اون استیکر اینو بکو. میگه جیکت در نیا. یا بکو این آقا. بیا اینو بکو. این بکون سیاپوس میده. تنها سیاپوس اینجا فکر کنم خودت یا نه این نیست یکی دیگه هستم ولی بود. بلوانی نکنه با بلوانی داستانی داشتی. بلوانی آفیسرمون واسه سرسری داشته. نه یه سوال بچه‌ها مسئول اچ پی دی کیه؟ خانم پرکرشمه. پرکرشمه. آهو خدا حفظشون کنه انشالله. بعد قضیه چیزتون درست شد؟ قضیه کال ساینتون و اینا، دیویژن و اینا؟ خیر الان در عارضه منتظر تبلت جدیدیم. الان 2 تا دیویژن داریم، سوات و لایسنس جناب نلسون چک مثبت. جناب نلسون 2 عدد تروریست گرفتیم که یک هواپیمای ایرباس 125 رو به سرقت بردن. اینا الان آندرس ما حالا بیاین. حسنی داره به نلسون. اجازه بدید کد هواپیما رو میگن بهمون. آقای 175 یونایتد 175. آقا دوستان این الان ما رفتیم بالا ایشون به من اعتراف کرد که هم همجنسگران هم سرقت کردن هواپیما رو. ایشون اعتراف کرد فقط 2 تا جنسیت وجود داره. دقیقاً 2 تا داره. ایشون رو اعدام 2 تا داره نه 3 تا. آقا اینو جدا کن. تموم شد. اینو چیکارش کنیم؟ لجنبازه. گیه. بذار به نلسون هم یه کاری بکنیم. بذار نلسون. درود آقای نلسون. آقای حسنی یه بار دیگه چیز کن مطمئن شو این برای غزه است یا نه؟ چی شده؟ صافش کن. حسنی یکی داره میگه این بوی یکی دیگه رو مال میده. غزه است دیگه آقا. بابا یه بار دیگه اسنیف کن به خودم اشتباه داری می‌کنی ها. آیا حسنی آزاد باش. باشو غزه بود نه؟ بوی چی میداد؟ شلواریه تو پوشی. آقای نلسون این شلوار رو دادن من تست کنم. ما از این 2 نفر این تفنگو گرفتیم. آقای حسنی اسنیف کردن خاک غزه روشه. اینا با تروریستا هم دستن. خودشون هم اعتراف کردن. هواپیما 2 تا هواپیما هم الان دزدیدن رو هوا گرفتیم. داشت میرفت سمت برجای دوقلو. یکی بودا 2 تا نبود. 2 تا بود. سومی هم داشت میخورد. سومی رو شورش کردن گرفتن از چیز دیگه. از چنگشون در آوردن. هواپیما هم برای یونایتد ایرلاین 175 بوده. تمام شد رفت. تمام اویدنس ها علیه. نلسون تازه اینا با چیز هم کار میکنن. لبنان و گروهکای تروریستی اسم ایران هم آوردن گفتن دوست داریم تو ایران بهمون خط میده فلان. سنگ و اینا چیه بود قضیهش؟ گفتی سنگ میفرسته برام فلان. پودر میکنن. دیگه دیره آقای منادی. اینا رو خودتون گفتین به خدا. نمیدونم یه سری چیزا گفتی به خدا. یعنی به خدا ببین الان 2 تا دتکتیو اینجا کل مسیر رو بودن. وایسا من با ایشون سوپروایزرتونه دیگه. چیف هستم بله. چیف هر خفنتونه دیگه. بزرگتونه آقا. لیدتونه. چپت گفت. خب من میتونم با ایشون صحبت کنم. از خودش بپرس. میتونم با شما خیلی نامه. جناب نلسون اینو اون رو هم دیگه نزدیک 20 بار به من گفتن عقده‌ای. اون بنده خدا پول نداره بهم بگه عقده‌ای. اون یکی پول نداره بنده خدا برای این یکی میگه. کی گفت عقده‌ای؟ اون بنده خدا چرا اون تاریک دنیا شد؟ خب بیارین من بنده خدا گفتم مردک تو فاین منو زدی دیگه. آقای وکیل چیکار کنیم الان اینا رو؟ جان من در خدمتتون هستم.
شما قوانین رو بهتر از ما میدونید. به ما نه بابا این چیکارش حرفا چیه کنیم؟ عزیزی؟ با توجه به چیزایی که داریم میگیم و اویدنسایی که وجود داره به نظر من دیگه هر حکمی که خودتون صلاح میدونین رو باید صادر کنین دیگه. اعدام. اشد مجازات یعنی تا ابد. ببینمشون یه لحظه. اشهد به نظر مجازات. میاد اینطور به نظر میاد. اعدام خب، با بس. کرباین. زندان تا ابد دیگه. تو رو خدا اسلحه رو بذارین تو جیبتون. حسنی کی من گفته بیام. عقده جان آفیسر؟ اینا هی جفتشون به من میگفتن عقده‌ای انقدر پنجلی آفیس سه آفیسرا فکر. نه این دوتایی که گرفتی. انجلی اما کی تو فکره؟ خب پول نداره الان فاینشو بده. نه فایناشو اون یکی رو بر اون میزنن. یکی رفیقش میزنی. این میگه عقده‌ای رفیقش فاین میخوره. رفیقش هم الان چه ریلکسه. $500 برای هر تو این فاین بزنید نداشت 5 دقیقه جیله دیگه. خیلی خوردن. آقا الان تکلیف این هواپیما چی میشه اعتراف آقا کرد؟ ایرباسا رو چیکار کنیم نلسون؟ اعدامش میگه. کنه. مرسی آقای نلسون. بابا اعدام بیا آقای حسنی با اعدامشون کنیم. آریان چیز بکن. دوستان اینا رو ببرید. بیاید اینا رو ببریم. وایسا یه جا. پرتشون کنیم پایین. آقا اینجا وایسا یه جا. وایسا برادر. اینا دیگه وضع جونشون گونی رو بکن سر آقا. گونی رو بکن سر آقا. بیاریدشون هلیپد. بابا چرا شبیه تروریستا دارید رفتار میکنید؟ دوستان حالا آروم باشید. به بیاید. خدا اینا واقعا چیز کرده که ما تروریستی. قراره باور چیز کردی شید. نه؟ برو اون وقای حسنی آمده. برید راه رو واکو آقا. دوستان حکم اعدامه. شد. لازم الاجرا دیگه، یعنی حتما به همین الان. همین الان. همین الان حتما همین الان. ملکاف کنین لطفا. سالات حتما همین الان اعدام لطفا. چرا؟ الان می‌خوایم بکنین این من دیگه روحم رفتنیه ولی هم دهن آقای زندگی. آقا من میترسم این و میترسم با هم بیافتیم. بالا ببینیم خودت همون بر داداش بندازم. نه داداش اینو منو ول کن بده منو بالا. ول کن منو ول کن این بگیره کن. منو ول کن این بگیره خواهر. ولکن خودشون میپرن. ولکن. تو فکره. بابا یه مشروب وای. بدید به اینا بخورن خودشون میپرن. ولش کن. اتفاقی ولش کن آقا میپرن. ول کنیم. وای چیکار داری میکنی؟ آقا بذار یه چیزی من بگم که بعد منو پرت وصیت آخر. وصیت آخر. اینو میگم همون ثانیه پرت کن نمیتونی دیگه نگرم داری ها. حله بگو. وصیت آخر. سلامتی سه کس من و اینو اون پلیس کرکس. وایسا 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 بگو سلامتی پلیسی که دستمند و شل بست. الان من چرا اینجام چه خبر یا اول پس چی شد؟ اعدام رفیقت اعتراف کرد. وای یه دقیقه اوکی. وایسا. آقا ببخشید. گوش کن وایسا رفاقت تا ابد دوتامونو با هم دراپ کن دوتامون هم چی میگی باید دراپ کنی ها. آره فقط اینو ببین تو یک چی بگو منم بعدش یه چیزی میگم وایسا. عقده ای کی تو دل آقا اتفاق